قرن 21 است. قرن آتش است. ما سوختیم در این آتش، کسی خاموشمان نکرد. قرن صدای خسته عارف دل شکسته است از پشت میله های زندان. حقیقت ها را این چنین بیان می کند، بشنوی هموطن. ای هموطن، هم نسل، هم دیار، بشنو درد خفته این قرن را. قرن صدای خسته مادر آتش به دامان گرفته است که از غم نبود فرزند خود می سوزد. قرن صدای خسته پدر پیر و دل شکسته است با لبان خشکیده و سفره خالی از نان، با نگاه شرمسار به طرف فرزندان خود می نگرد و جوابی جز سکوت ندارد. قرن صدا و ناله و شیوه نیست. قرن تهاجم و آتش است. قرن دولت مردانی است تفنگ به دوش که با هجوم و وحشت به سوی رعیت بیگناه میتازند و آنچه را که میخواهند به تاراج میبرند. قرن چهره خسته بچه های شهر کابل است. بچه هایی که قربانی این تهاجمند، تهاجمی که شهردار هم شکست، کابل را ویرانه ساخت و مردم را تباه. تهاجمی که پدران را گرفت، زنها را بیوه ساخت، بچه ها را یتیم. بچه هایی که امید آینده این وطنند، آینده سازانی که هر یک برای خودشان انشتاین و افلاطونند. افسوس که به جای علم و قلم در دام بی سوادی افتادند و قربانی این تهاجم گشتند. قرن بچه هایی است که پی لقمنانی بی سرنوشت دنبال موترهای مودل بالا و آینه دودی می دوند. افسوس که نگاه ترحمانه‌ای به طرف آنها باشد. همان موتروانهایی که با خوردن حق همین بچه ها به کاخها و ثروت ها رسیدند. قرن قضاوت و عدالت است. عدالتی که محاسبش پول و رشوت است. عدالت و قضاوتی که پولدار ظالم پایدار و ضعیف و ناتوان پامال است. قرن 21 است. دیگر قرن جنگ نیست. قرن لشکر قشون لوله و تفنگ نیست. قرن تازیانه تاختن فرعونیان دیگر به اتمام رسیده است. بس کنید ای جلادان و قاتلان بی حیای این شهر، تا به کی بر حق این مردم تجاوز کردن؟ آن طرف شهر کشتزارها بسوخت و کشاورزی ها پایمال شد. این طرف شهر رعیت دست و پا زنجیر و زولانه و در حبس و در زندان شد. نصف دیگر هم اعدام شدند. خونها مکیده شد، جانها بیرمق شد، شهر بسوخت، خانه ها ویران شد. آه و ناله یتیمان بر فراز آسمان ها رسید. آیا خداوند آرام خواهد نشست؟ یا که این بیخردان در قرآن عظیم الشأن نخواندند تفسیر سوره طه را؟ یا که بیخبر ز وقوع طلوع سوره تکویر
و از شمس کورت هستند. شاعر دکتر محمد عارف اسحاق زی، دکلماتور عبدالمطلب فراجی.